اکو جانا اپا جانا التماس کمک لای ما رگردک شما. سلام و درود به پایان دوستان عزیز. خداوند نگهبان هر یک قدم شما باشه. اولش پروردگار و شما هستی که الحمدلله چقدر مردم نیازمند و محتاج ما کمک میکنیم. خداوند از همه شما راضی باشه. امروز هم در این کلبه خردکه که ما یک خواهر یک مادر مقصد قطعی فرزندی 3 ساله 7 ساله قطعی مقصد با پیش ما مراجعت کرد، خاص به خاطر الله که تا جایی که از روی من سخنان مادر شنیدم، از سخنان خویشتوار شنیدم، یعنی که برادری که 2017 بگیم وقتی که همین کودک تولد میشوه، یعنی در 20 روزگیش وجه میفهمن که سود را که میگه تخلاصا کسالای کودکی شوهر مجبور میکنه زنک که برای مقصد کودک پرت داده مالوت مقصد شتابی همین کودک نباشه. خداوند هر کس هم فرزند نمیتیه، صاحب فرزند نمیکنه. این فرزند یک نعمت است. کجله های رستنه های سوز های ساعت های چخیل است نیست. این نعمتی دادگی پروردگار باید شکرانه گذاشت. با ما مراجعت کرد وقتی که خیلی دختر به 7 سالگی میرسه مادر مجبور میشه که در پدیزدوی مسکو کار میکنه میاد مجبور میشه برای توبت همین خاص با خاطر الله با خاطر مقصد روز قیامت پیش ما میاد که مقصد بگیم دستی کمک دراز میکنه یاردم کنه. همیا خواهر هر یک لیچنش بگیم از میون پایونش کار نمیکنه. پول فلج نیست. از ویدیوش من در گوشاگ میمونم و هر یک لیچنش 300,000 فرمودیم باید 3 لیچن بگیره 300,000 900,000 میشه. با اون خاطر از خانه مادرش میتونیم از گاوزن ان شاء الله با همش میفهمونم گاوزن مادر جون. السلام علیکم. کامنت گاوزن کجا؟ السلام علیکم اکاو التماس همین دخترچه من 7 ساله با کمکش من محتاج دارم. بلند گاوزن کی جا ویدیو بلند بیا. با کمکش من محتاج دارم. شوهرم از سبب همین 20 روزه بود که این کسلی معنی سرش فلج باید بوده دیدمون که پرتا گفت من رد کردم. هر دومون بینمون جدا شدیم. حوزه باید ترمه خانه و حتی دویر ناس نداد که ما همینه بیارم مسئول پدیزا میشیم اهم پدیز 30,000 کار میکنم. اوجه کچه خواهدم نرسید که ما این لیچینش با یک کورس لیچینی 300,000 روز 3 کورس لیچینی پرنده که التماس اپاها التماس کمک کنید. خب دختر جون چی میگوی خودت که بگو اکوتا بود چی یاردم کنم باید چی بگو در ویدیو بگو یاردم کنی. سلام علیکم اما سنی ویدیو بگو. السلام علیکم. کابسن اکو جانا اپا جانا التماس کمک کنید. کابسن التماس کمک کنید برای ما رگردان شما. خب انشالله دوستان عزیز با خاطر خدا با خاطر همین کودک 7 ساله که مقصد چقدر شیرین زبان است. من نمیگم که شما پول داره، فقط خاص با خاطر الله کدمت که پول نداره در حق هم خواهرچه دعاگو باشه که همین تا که رهگردون شد کسی نداره خطیه به همین ویدیو رو دستار ایستاد تو در کانال تو در چخیل میخوره تو پرت و التماس 1 روبل 10 روبل هم کرته مادر رقمای مادران التماس کدمت که کمک منی و خاطر الله همه زنگ زنی اگر که بفهمی بسنجه مادر در مسکو هستید به هم خاطر میتونه زنگ بزنه از احوال با خبر شه. اگر خاص به خاطر الله برادر دستگیریش کرده ایستادن ان شاء الله میتونه که مقصد از احوالش پرسان شوه ان شاء الله و حرکت کنه. هم خواهرچنا هیچ نه قدم یک لیچن یا دل لیچن نمیره. ما خودمون میدونیم ان شاء الله خلق برنامه سای بنانگای خاص به خاطر الله مقصد 1 روبل 10 روبل همین خواهرچرا ما کمک کنیم ان شاء الله کنتنه سونای جون ان شاء الله با هم خاطر حرکت کنه خواهر جان ان شاء الله خاص به خاطر الله چقدر که زور شو برسن ان شاء الله مردم خدمت میدونن که کمک میکنه. برای مادر خودش در پادیزا کار میکنه 30,000 گرفته. برای معلومات پورا گرفتن در همین رقم رو اکران بزنید قدشون صحبت کنه ان شاء الله با رقم در روی اکران رقم کارت در نظر دو بانو فامیل مادر صحبت کنه ان شاء الله خاص به خاطر الله هر یک قدم شما خواهش میکنم به طرف نباشه مثل ویدیوهای پیشتر. خدا نگهدار تو. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.